27 خرداد چه روزی؟ انشالله روز که انتخابات رئیس جمهوره تمام ایران یعنی اکثرا ازم باید رای بدیم. چرا باید رای بدیم؟ چون ما ایرانی هستیم. باید وظیفه‌مون رو رای بدیم. شما برای سرنوشت کشورتون تا چه اندازه ارزش قائلید؟ من اونقدر ارزش یعنی دارم، من یعنی خدا سرشاهده نه خودم. من یه فرد یعنی وظیفه خودم رو میدونم چون قلبم الان گرفته. خیلی ارزش داره چون اینجا که خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. وظیفه سرنوشت کشور خیلی ارزش داره. بیا یه دونه امضا می‌خواستم اونو نداد به ما. خیلی متشکرم. رحم خالقه، آشپز هستم. این وظیفه برای خانم‌ها خیلی سنگین‌تر شده چون جنگ الانی که ما داریم جنگ پشت هستش، قبلا روبرو بوده، جنگ روبرو راحت‌تر هست. آقای قربانی، آیا شما میدونید 27 خرداد ماه چه روزی هستش؟ روز جمعه است. 27 خرداد ماه 20 بهمنه. پس با چه احساس امنیتی این خونه زندگی میکنید؟ شاید بعضیا نمیدونن اشتباه کردن، خلاصه ببخشید. خود شما